شما در اروپا از خود یک دموکرات را میتراشید. بابا شما کجای دموکرات کجا؟ آیا شما میدانید که یک کاستوم ارمانی یا چروتی پوشیدن این دموکرات بودن نیست. دموکرات این احترام به مردم است. دموکرات این انتخابات آزاد است. دموکرات این مطبوعات آزاد است. دموکرات این ولایت قانون است. اما دموکرات برای شما تنها شعار است. شما دموکرات را بدنام کردید. شما دموکرات را زشتنام کردید. شما دموکرات را تجاوز کردید. دیگر بعد شما کسی نمیخواهد از دموکرات حرف زند. عجب. وقتی شما به یک مملکت شرق می روید یا به یک مملکت مسلمانی، شما از خود گمان میکنید که امام علی رحمانوف یک امام است، یک دامولا است، یک مولا است، یک آخوند است. اما در اصل شما آنچنانی که دشمن دموکراتی هستید، همین طور دشمن اسلام نیز هستید. شما نمیگذارید که مردم به مسجد روند. شما نمیگذارید که دختران مسلمان لباس اسلامی پوشند. شما امروز معین میکنید که این قانون الهی خوب است یا قانونی که شما ایجاد میکنید. شما شرم نمیکنید در خانه خدا، در مسجدها، مولاهای دورویه، امامهای دورویه به جای حدیث پیغمبر سخنهای شما را میگویند، سخنهای امام علی رحمان را میگویند.